سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال گلیچ سیتی. امروز میخوام بهتون گلیچ آموزش بدم که شما با این گلیچ میتونید کلی پول در بیارید و هر 5 دقیقه یا 6 دقیقه یه دابلیکیت بزنید و این گلیچ همون گلیچ دابلیکیتیه که نیاز به بانکر و فسیلیتی داشت، ولی متد جدیدش رو نمیخواد برید این دفعه پیش منشیه. و راستی من یه گلیچ گذاشته بودم توی کانالم، گلیچ گرفتن جاگیر بنفش و نارنجی، که تو اون گلیچ گفته بودم اگه ویدیو رو به 10 تا لایک برسونید گلیچ جاگیر سفید میذارم، اما گلیچ جاگیر سفید پد شده و نمیتونم براتون بذارم، ولی اگر گلیچ جاگیر سفید اومد سری میذارم و اولویت هم میشه اون موقع جاگیر سفید، پس نگران نباشید. و قبل از اینکه بریم سراغ آموزش این گلیچ، حتما کانال سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید تا هر موقع که من ویدیو گذاشتم با خبر بشید و اولین نفری باشید که میاد و ویدیو رو نگاه میکنید و لایک هم بزنید تا ویدیومون برای بقیه هم ساجست بشه و بازدیداش بره بالا. و کانالمون الان 90 خورده سابسکرایب داره، به 100 تا سابسکرایب برسونید و بعدش هم بریم واسه 200 سابسکرایب. ممنون که واقعا خیلی سریع دارید حمایت میکنید، واقعا ممنونم. حرف اضافه دیگه نمیمونه، بریم سراغ گلیچ. فقط قبلش بهتون وسایل مورد نیاز گلیچ رو بهتون بگم. خب وسایل مورد نیاز گلیچ، شما اول باید گوشیتون در بیارید، برید توی اینترنت و برید توی سایت میز بانک. خب شما باید بانکر داشته باشید و فسیلیتی، که بانکر همین آبیا هستن و فسیلیتی همین بنفشه هستن، که بانکر و فسیلیتی من اینجا هست. توجه داشته باشید فسیلیتی همونیه که عکس کره روشه و بانکر هم همین آبی رنگن. بهتره بانکر و فسیلیتیتون نزدیک به هم باشه، ولی هیچ فرقی نداره کجا باشه برای گلیچ. خب و بعدش هم نیاز دارید به موبایل اپریشن سنتر و یا همون MOC که توی سایت وارستوک میبینینش، که با یه تیری MOC حتما باید روی پرسونال ویکل استوریج باشه. راستی یه نکته هم درباره بانکر و فسیلیتی بازم بگم، این که هیچ فرقی نداره بانکر و فسیلیتیتون کجا باشه. خب شما نیاز دارید به ماشینی که میخواید دابلیکیت کنید، که بهتر این ماشین باشه ماشین مستر بین، و توی آرنوار باید ماشین مستر بین رو کاستوم کنید. چرا بهتر این ماشین باشه؟ چون پول زیادی برای فروشش به جیب میزنید. فرقی نداره از کدوم کاستومش هم استفاده کنید، فقط این ماشین هم باید بذارید توی MOC برای گلیچ. و نیاز دارید به LG فری، که اگه توی سوشال کلاب عضو شده باشید براتون مجانیه و شما باید LG فری رو گذاشته باشید توی فسیلیتیتون. و اگه هم میخواید LG فری نخرید، میتونید ماشین خیابونی بذارید توی فسیلیتیتون، هیچ فرقی نداره، ولی از ماشین دیگه ترجیحاً استفاده نکنید. و شما باید برید تاچپد بگیرید، برید توی آید آپشن، برید توی جابز و آل جابز حتما باید روی کاستوم باشه تا جابای آبی روی مپتون معلوم باشه، همین جابای آبی که میبینید. و اینم بگم که شما باید تارگتینگ مودتون روی فریم باشه. چرا میگم فریم؟ چون بیشتر مردم از فرنداتون یا کامیونیتی که میخواین جوینش رو توی گلیچ بزنید از سیستم من، ولی شما اگر با فرندتون از قبل هماهنگ کردید میتونید شما مثلا از سیستم بذارید فرندتون فریم باشه. فقط باید کاری کنید که وقتی جوین سشن طرف رو میزنید فرندتون یا هر کس دیگر رو 2 تا آلرت بده، یعنی تارگتینگ مودتون متفاوت باشه. خب بریم سراغ آموزش این گلیچ. خب شما باید برای شروع گلیچ برید توی بانکر و همونطور که بهتون گفتم ماشین دابلیکیتیتون، همون ماشین که میخواید دابلیکیت کنید و یا ماشین مستر بینتون حتما باید توی MOC باشه. راستی اگر من ویدیو دیر میذارم
ببخشید فعلا اینجا نتم بده، نمیتونم ویدیو ضبط کنم. و اگه هم ویدیویی چیزی میخواید من بذارم توی کامنت ها بگید چی براتون بذارم، منم سعیمو میکنم همون گیلیچی که شما میگید رو بذارم. خب شما باید برید توی اماسی و ماشینی که میخواید دابلیکیت کنید رو از اماسی بیارید بیرون. اینم بازم بگم که این متد جدیدشه و همون گلیچ قبلیه نیست. خب شما وقتی که آوریدش بیرون دقیقا باید همینجایی که من ماشین رو پارک میکنم شما هم باید پارک کنید و از ماشین پیاده بشید، دقیقا روی همین مستطیل زرد رنگ باید اینجا پارکش کنید و خودتون بدون ماشین از بانکر بیایید بیرون. راستی این گلیچ هم تقریبا خیلی وقت اومده ولی من نذاشتمش، دیدم بهتره که توی کانالم بذارم تا اونایی که پول لازم دارن این متد رو بزنن بهتره. خب وقتی که از بانکر اومدید بیرون شما باید از بانکر برید به سمت فسیلیتی. حالا فرق نداره با چی برید، میتونید با بازار سی او برید، یعنی از سی او یه دونه بازار سفارش بدید که من خودم همین کارو میکنم و برید به سمت فسیلیتی. اگه هم خیلی راهتون نزدیک و اصلا نمیخواید پول بدید برای بازار، میتونید یه دونه از این ماشینی که توی خیابون رد میشن رو ورد دارید و برید به سمت فسیلیتی. فقط اینو بگم که اصلا نباید ماشینایی که شما خریدید و مال خودتون هستن، ماشین شخصیتون هستن رو نباید سفارش بدید و با اون برید به سمت فسیلیتی، وگرنه گلیچ براتون کار نمیکنه. پس چی شد؟ یا با یه وسیله از سی او برید به سمت فسیلیتی یا یه ماشینی که توی خیابون هست و ورد دارید و برید به سمت فسیلیتی. الان من میرم به سمت فسیلیتی و از اونجا دوباره ویدیو رو پلی میکنم. خب من الان رسیدم به فسیلیتی و شما وقتی که رسیدید باید برید توی فسیلیتی و بعد بهتون میگم باید چی کار کنید. خب وقتی که رفتید توی فسیلیتی دقیقا همین جایی که من میرم شما باید برید. دقیقا چند قدم اونورتر این ماشیه یه دونه در اینجا هست که از این دره اگه برید یه پله هست و از پله‌ای که بیاید پایین و همین راهو برید یه دونه از این دستگاه نوشابه خوری هست که شما باید با این گلیچو بزنید. خب قشنگ به چیزی که من میگم دقت کنید وگرنه گلیچ براتون کار نمیکنه. شما باید دیپد راست رو بزنید و آپشن رو بزنید برید توی مپ و تاشپد رو بزنید که مپ از بیرون براتون نمایش داده بشه و تا این نوشابه رو خورد شما باید اینجا رو که من روشم استارت کنید. ولی توجه داشته باشید وقتی که روی جاب مربع میزنید فقط باید یه ضربه در روش بزنید. دقیقا همون موقعی که اون نوشابه رو خورد شما باید جابه رو روش مربع بزنید و یه ضربه درم روی آلرت بزنید. دیگه بیشتر از این ضربه در نزنید. الان من دیپد راست رو میزنم و قشنگ نگاه کنید. الان من گلیچ رو نمیزنم، فقط میخوام براتون توضیح بدم تا مشکلی نداشته باشید. دقیقا الان که نوشابه رو خورد من باید اون موقع گلیچ رو انجام بدم. خب دیپد راست میزنم، آپشن میرم توی مپ و روی اینجا میمونم و تا نوشابه رو خورد مربع یه دونه ضربه در. الان من توی لودینگ گیر میکنم، میبینید که توی لودینگ گیر کردم، اون پایین سمت راست لودینگه و من میتونم راه برم. خب شما باید برید
سوار LG فری بشید که همون اول بهتون گفتم باید توی فسیلیتی بذارید. اینم بگم اون جابی که بهتون گفتم حتما باید اون جاب استارت کنید. شاید بعضی موقع با جابای دیگه هم بشه ولی بهتره که با اون جاب برید. اون جاب هم حتما براتون هست و اون جاب اگه برای من زرد بود و برای شما آبی بود هیچ فرقی نداره. من چون اونو بوک مارک کردم برای من زرد شده. برای شما اگه آبی بود اصلا به این معنی نیست که گلیچ براتون کار نمیکنه. خب الان من میرم سوار LG فری میشم. خب دقیقا به اینجا هم دقت کنید. اینجا رو هم اگه اشتباه بزنید کل گلیچتون خراب میشه. الان شما باید جوین سشن یکی از دوستاتون یا چه میدونم یه آدمی توی کامیونیتی رو بزنید که تارگتینگ مودش با شما فرق داشته باشه. مثلا شما فریم باشید اون اسیستین باشه که برای همین بهتون گفتم فریم بکنید چون بیشتر افراد کامیونیتی اسیستین من. خب وقتی آلرت اومد جوین سشن رو زدید دستتون رو روی گاز نگه دارید و همینطور که دستتون رو روی گاز نگه داشتید موقعی که آلرت اومد ضربه در رو بزنید و آلرت دوم رو دایره بزنید و آلرت سوم رو ضربه در زدید. اون موقع دیگه میتونید دستتون رو از روی گاز یا همون آردو ول کنید. الان من این کار رو انجام دادم. از ماشین پیاده میشم و بقیه ماشین برام غیبن و صفم سیاه میشه و از یه جای رندوم اسپان میشم. اگه گلیچ براتون نگرفت توی کامنت ها بگید، من حتما جوابتون میدم و امیدوارم که کمکی بهتون کرده باشم. خب الان شما یه جای رندوم اسپان شدید و دوباره باید از CEO یه بازار سفارش برید و این دفعه باید برید به سمت بانکر و یا اگه هم پول نمیخواید بدید به بازار و با ماشین خیابونی هم که قطعا نمیتونید برید به سمت بانکر سخته، شما باید میتونید یه کار بکنید. اینجا یه دونه فرودگاه هست، فرودگاه تراوره. میتونید از اینجا هواپیما هلیکوپتر چیزی بردارید و برید به سمت بانکرتون که الان هم بهتون نشون میدم بفهمید. اینجا همیشه هواپیما یا هلیکوپتر هست. اگه نمیخواید پول بدید به بازار میتونید از اینجا یه هواپیما هلیکوپتر بردارید برید به سمت بانکر. الان همونطور که میبینید اینجا یه دونه هواپیما خیلی بزرگ هست و کنارش هم یه دونه هلیکوپتر مشکی هست. خب من ویدیو رو کات میکنم و وقتی که رسیدم به بانکر ویدیو رو پلی میکنم. خب وقتی که رفتید توی بانکر باید اون ماشین که میخواستید دابلیکیت کنید یا همون ماشین مستروین سر جاش بشه. اگه سر جاش نبود قطعا گلیچو اشتباه زدید. خب سوار ماشین میشیم و ماشین رو میبریم توی MOC. دیپد راست رو میزنیم و آلرت پرسونال ویکل فول میده و آلرت رو اکسپت میکنیم. خب وقتی که ماشین رفت توی MOC الان شما یه دونه دابلیکیت کردید به همین راحتی تقریبا توی 5-6 دقیقه و گلیچ واقعا خیلی ساده بود. الان همون LG فری که شما برای گلیچ استفاده کردید تبدیل شده به همین ماشین مستر بین و گلیچ به همین سادگی بود. ممنون که این ویدیو رو دیدید. حتما ویدیو رو لایک کنید، خیلی خوشحال میشم و اگر دوست دارید از گلیچ‌های آینده ما با خبر بشید کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر خدا نگهدار.